فرزند عزیز، برادر مهربان، تا این حدیث را اگر نخواندی یا نشنیدی، ازدواج برای تو ممکن نیست. دوستی با یک نفر با تو ممکن نیست. با هیچ نفر عهد دوستی کردن تا این حدیث نشنوی عهد دوستی نکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مهمانای عزیز و برادران بسیار بسیار عالی قدر، خدای مهربان در این روزی بسیار پرفیض، روزی سعید جمعه، پروردگار ذوالجلال همه ما و شما و تمام باشندگان روی زمین را از ثواب و ثمره این روز نصیب روزی گرداند و آفت و بلا و فتنه ها را به برکت این روز پروردگار از تمام روی زمین، از خاندان تمام بشریت دور گرداند و به تمام بندگان مؤمن و نیک پروردگار مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیب روزی گرداند. انشاءالله در این نشستی که الحال ما و شما داریم، برادران عزیز، من یک حدیث را برای شما گوشرس میکنم که حدیث بسیار بسیار در زندگی ما و شما حدیث مهم است. این حدیث را امام احمد در موطأ خود روایت کرده است و امام بخاری در ادب المفرد روایت کرده است. امام بخاری با از زبان حضرت انس، بر روایت حضرت انس رضی الله عنه روایت میکند و حضرت امام احمد، امام محمد در موطأ خود از ابن عمر رضی الله عنهما این حدیث را بر گوش ما و شما میرساند که گناه و ضرری آن در زندگی امروزه ما و شما چقدر هست. امروز ما در زندگی ها شکایت میکنیم، از طلاق بین زن و شوهر شکایت هست، از دوستی و برادری شکایت هست، از پدر و مادرداری و فرزندداری شکایت هست. بعضی ها اکثرا امروز طلاق ها را نگاه میکنیم، بین دو زن و شوهر با اندک بهانه طلاق می افتد، بین دو دوست جداگی می افتد، بین پدر و پسر جداگی صورت می گیرد، پدر از پسر قهر می کند و پسر از پدر رو می گرداند و می رود. این همه بلاهایی که در زندگی ما هست، برادران عزیز، در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حل این مسئله برای ما و شما پیشنهاد شدگی است. سبب چی است که این قدر مشکلات در زندگی ما و شما، در زندگی زن و شوهرداری، در زندگی پدر و پسری، در زندگی مادر و دخترها، در زندگی حتی دوستها و رفیقها، در زندگی اکگی و دادری، چرا این عصر، چرا این شب و روزها این بلاها در جامعه ما و شما در عالم زیاد شده است؟ سببش باید بکویم. هر کار سبب دارد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث را به گوش ما و شما میرساند که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یقول، پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن که مردم را تاکید میکردن، میگفتن والذی نفس محمد بیده، قسم به ذاتی که جان محمد در دست او صلی الله علیه و سلم، یعنی قسم به ذات یگانه قسم میخورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
در اینجا قسم خورده است. در روایتی که امام بخاری در ادب المفرد آورده است اوجا والذی نفس محمد نیامده است. در این روایت عبدالله ابن عمر والذی نفس محمد آمده است. قسم به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم خورد؟ دوام حدیث میخوانیم. مقصد از قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که دوام خواب برای ما و شما بیان می شود. ما تواد اثنان ففرق بینهما الا بذنب یحدثه احدهما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سخن بعدی برای سخن بعدی قسم خوردن که قسم به ذات یگانه که جان محمد در دست اوست. وقتی دو نفر با یکدیگر دوست می شوند، دو نفر با یکدیگر عهد محبت می بندند، با یکدیگر ازدواج میکنن، حتی در ازدواجی که ما و شما محبت با زن و شوهری میکنیم، با دو دوست دستی برادری میدهیم، با اکگی و دادریمان محبت داریم، با پدر و مادر محبت داریم، با زن و فرزند محبت داریم. این محبت و دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هیچگاه از بین نمی رود. هیچ وقت این رشته کنده نمی شود مگر به یک سبب. ففرق بینهما الا بذنب. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فقط این رشته محبت و دوستی را یک چیز قیچی میکند، یک چیز از بین میبرد. او چی است؟ بذنب یحدثه احدهما. یکی از این دو از گناه پروا ندارد. در هر کجا دیدین اگر دو دوست، دو برادر، دو نفری که محبت داشتن، یک زن و شوهر یا دو برادر یا فرزند و پسر و پدر از همدیگر جدا می شوند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت جدا شدن اینها، محبت اینها را از بین بردن گناه است که یکی از این دو پروای گناه ندارد، بی پروا گناه میکند. دوستان عزیز، این حدیث بسیار بسیار معنی کلان داره. این حدیث بسیار بسیار چیزی ضروری در زندگی ما و شما را حل میکنه. امروز ما پروای گناه نداریم، امروز پروای خواب معصیت نداریم. علما در زیر این حدیث، در شرح این حدیث گفتن خواب ولم یذکر رسول صلی الله علیه و سلم نوع الذنب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام گناه را یادآور نشدن، نوع چگونه بودن گناه را یادآور نشدن که کدام نمود گناه محبت اینا را از بین میبره. بل ای ذنب یکون سببا فی تفریق بین المتحابین. کدام نمود گناهی باشد، علما گفتن اگر ما از گناه پرهیز نکردیم، هر گناهی را که ما به پروا کردیم، او گناه بین ما و بین دوستامان تفریقه را ایجاد میکنه. خدای مهربان به سبب اینکه ما گناه را زیاد میکنیم، پروردگار محبت را از قلب ما و دوستامان از همدیگرمان میکنه. و کذالک بین زوجین، علما گفتن بین زن و شوهر، اگر زن یا مرد در زندگیش گناه را به تشویش کرد، الله مهربان بین زن و شوهری او طلاق حتی میاره جا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که گناه را زیاد انسان کرد. حالا امروز ما سبب ها را میکویم. چرا طلاق زیاد است؟ چرا زندگی های قدر خواب پراکنده میشوند؟ چراها زیاد میگیم، اما چرا در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا گرفته است. دوست عزیز، فرزند عزیز، برادر مهربان، تا این حدیث را اگر نخواندی یا نشنیدی، ازدواج برای تو ممکن نیست. دوستی با یک نفر با تو ممکن نیست. با هیچ نفر عهد دوستی کردن تا این حدیث نشنوی عهد دوستی نکن. علما گفتن و کذالک بین الزوجین والاقارب و غیرهم. این گناه و معصیت در بین زن و شوهری ضررش میگذاره. در بین خویشاوندی ها امروز صله رحم نیست، میگیم شکایت میکنیم صله رحم نیست.
دوستی و برادری نیست، عهد و پیمان نمانده است، وفا نمانده است، محبت نمانده است. از حساب چی؟ از حسابی که ماها پروای گناه نداریم. پیشتر مردم به یک اوبال این قدر خودشان راست کرده بودن، درست کرده بودن زندگیشان که کاری را اگر میشنیدن میگفتنشان که همین کار اوبال دیگه دست نمیزدن. ماها امروز پروا نداریم. و هذا مما لا يلتفت الیه کثیر من الناس. در سلسله صحیحه این روایت هم آوردین. علما میگن این خواب دلیل است که بسیار مردم اصلا اهمیت به این نمیدن. یعنی این کمبود است در زندگی های امروزه ما که مردم اهمیت نمیدن. 1400 سال پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را از ضرر گناه چه حد هست ما و شما را آگاه کردن. گناه بسیار بسیار انسان خوار و ذلیل میکنه. پس ما و شما باید دست از گناه بکشیم، توبه بکنیم به درگاه الله که پروردگار مهربان گناه ما و شما را عفو و مغفرت بفرماید. اگر دوستان عزیز ما دست از گناه نکشیم، دست از گناه نبرداریم، توبه و ندامت نکنیم، خواب از گناه ها دست نکشیم، پشیمان نشیم، زندگی هامون تباه می شود. می بینیم که بین زن و شوهریمان طلاق وقوع می شود. می بینیم که فرزندامون اطاعتمان نمیکنن، میبراین میرون. میبینیم پدرهامان آق و مادرهامان آقمان میکنن، دخترهامان بی حیا و بی عفت میشون، زندگیمان بی برکت میشود. از حساب گناه و معصیت است برادر عزیز، از حساب گناه و معصیت، از حساب نافرمانی خدا. ما اگر نافرمانی خدا را کردیم، تمام مخلوق نافرمانی ما و شما را میکنن. اگر ما اطاعت خدا را کردیم، اطاعت پروردگار ما نکردیم، اطاعت خالق ما نکردیم، فرموده های خدا را اگر ما بجا آوردیم، و پروردگار تمام مخلوقا را میاره مطیع ما و شما میکنه، اطاعتگر ما و شما میکنه. اگر ما اطاعت خدا را کردیم. ببینید گناه چقدر ضرر داره برادر عزیز، گناه چقدر انسان به مشکلات گرفتار میکنه. به این خاطر دوستان عزیز سعی و کوشش کنیم ما و شما از گناه های کردمان توبه کنیم و هیچ وقت گناه را قصدن ما و شما انجام ندیم. هیچ وقت دست به گناه نزنیم از روی کبر و غرور و معصیت، که کبر و غرور با کبر و غرور گناه کردن این خودش یک گناه بسیار وسپین است. و همیشه توبه از گناه بکنین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمودن که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. هر کسی که توبه از گناه میکنه، از گناههای کرده اش توبه میکنه به درگاه الله، پروردگار او را اینقدر از گناه پاک میسازه که گویا که گناه نکرده است. این قدر خدا او را در صف نیکا می نویسه که تصورا اینکه او گناه کردگی نیست. هیچ کس به خطا و به گناه نمیشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن کل بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون. همه فرزند آدم خطا میکنه، اما بهترین خطاکار و گناهگار و خواب آسی همون نفری هست که به درگاه خدا توبه کنه. بیایید ما و شما همه رو به توبه بیاریم، رو به استغفار بیاریم، رو به ندامت بیاریم، رو به پشیمانی بیاریم، رو به آه و ناله و تضرع به درگاه الله بیاریم تا که ما و شما را خدا زندگی نیک نصیب و روزی بگردانه. بیاین خدا را اطاعت کنیم تا که خلق خدا ما و شما را اطاعت کنن. ما خدا را اطاعت کردیم، خدا محبت ما را در دل فرزندمان جا میکنه که ما را اطاعت میکنن، در دل دخترمان جا میکنه که ما و شما را اطاعت میکنن، در دل همسرمان محبت ما را جا میکنه که اونها ما را اطاعت میکنن، در دل پدر و مادرمان ما و شما را محبت ما را جا میکنه که در حق ما و شما دعای خیر و برکت میکنن، در حق دوست و برادرمان خدای مهربان اگر ما اطاعت الله کردیم، خدای مهربان محبت ما را در دل دوستام انجام میکنه که اونها به ما محبت میکنن، با وفایی میکنن، با ما و شما دوستی را قوی میگردانن. برادر عزیز هیچ وقت دوستی بد و دوستی معصیتکار و دوستی که به گناه آلوده هست ما و شما با او و او با ما و شما وفادار نیست. برادران عزیز خدای مهربان خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگردانه، ایمان ما و شما را با سلامت الله نگه بداره. پروردگار مهربان دوستی
و برادری ما و شما را در زیر فرموده های خودش خدای مهربان برقرار گردانه، زندگی های ما و شما را پرفیض و پربرکت بگردانه و به ما توفیق خدا نصیب گردانه که دست از گناه بکشیم، دست از گناه بکشیم. خدای مهربان گذشته های همه ما و شما را رحمت مغفرت کنه، ارواحای ما و شما را شاد گردانه. در این روز جمعه پروردگار مهربان همه ما و شما را و تمام بندگان مؤمن را، خدای مهربان علل خصوص مهاجرا و فرزندایی که در راه سفر هستن و در مهاجرت هستن از ملت ما و شما، خدا در پناه رحمتش نگه بداره. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک برحمتك یا ارحم الراحمین.